سیتیوال میدیا را دنبال نمایید. مولانا در دیوان کبیر گفته است: این که گاه سیل غم و اندوه بر دل انسان سرازیر می شود و سینه‌اش را تنگ می کند، بدان دلیل است که سایه از لطف دست الهی بر سرش خیمه زده او را به درگاه خویش فرا می خواند. چی لطف و محبت از این بالاتر که خداوند متعال نخست در انسان احساس نیاز برمی انگیزد و سپس آتش اشتیاق را در او شعله‌ور می سازد و آنگاه بر روی چنین انسان محتاج و مشتاق راه می گشاید و در نهایت هم به او پاداش می دهد. ستایش ویژه پروردگاری است که ماه مبارک رمضان را راهی از راه‌های خیر و رحمت شمرد و این ماه را به نام مقدس خود افتخار و شرافت داد. ستایش ویژه پروردگاری است که ماه رمضان را ماه روزه و آشتی، طهارت، نماز و عبادت قرار داد و این ماه را به نزول قرآن مجید اعتبار و احترام داد. سیتیوال میدیا را دنبال نمایید. روزه حقیقی. روزه حقیقی روزه‌ای است که انسان با تمام احساس و شعور کامل به ادای آن اقدام نماید و از تمامی مکروهاتی که روزه را به روح و به مفهوم می سازد از آن جلوگیری به عمل آورد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید وقتی که انسان روزه می گیرد لازم است که گوشها، چشمان، زبان، دستها و تمامی اعضای بدن خود را از کارهای ناپسند باز دارد. وقت فرضیت ماه مبارک رمضان، خداوند پاک در سوره بقره آیات 183 الی 185 می فرماید: ای مؤمنان، روزه بر شما فرض گردیده چنانچه بر کسانی که پیش از شما بودند فرض گردیده بود تا پرهیزگار شوید و خلعت تقوا را در بر کنید. روزه در روزهای شمرده شده و اندک بر شما فرض گردانیده شده، پس هر کدام از شما که مریض و یا در سفر باشید برایش رواست که روزه را بخورد و قضای آن را در روزهای دیگر بیاورد. و بر کسانی که به مشقت زیاد از عهده آن برمی آیند فدیه است به اندازه خوراک یک روزه یک مسکین و هر کس به خوشی و رضای خود در فدیه افزودی به عمل آورد و بیش از 1 نفر مسکین را سیر سازد برایش بهتر است. روزه گرفتنتان برای شما بهتر است اگر می دانید ماه رمضان ماهی است که در آن قرآن نازل شده که برای مردم وسیله هدایت و دلایل روشن از راهنمایی و وسیله امتیاز حق از باطل است. پس هر کس حاضر آن ماه باشد و آن را دریابد آن را بگیرد و هر کس مریض و یا در سفر باشد برایش رواست که آن را نگیرد و قضای آن را در روزهای دیگر بیاورد و شماره روزهای فوت شده را تکمیل کند.
خداوند خواهان آسانی و سهولت بر شماست و اراده اسرت و دشواری بر شما را ندارد و برای اینکه شما شمار آن را تکمیل کنید و برای اینکه خدای خود را به بزرگی یاد کنید شما را راهنمایی کرده تا باشد که شما با سپاس و شکرگزار و منتبار خدای خود باشید. روزه وقت فرض می گردد زمانی که تأکید بر رؤیت هلال ماه مبارک رمضان صورت بپذیرد. بدین اساس دین اسلام بر مسلمانان واجب گردیده است تا به تاریخ 29 شعبان برای دیدن هلال ماه رمضان اهتمام به خرج دهند. 1. رؤیت ماه مبارک رمضان باید توسط 2 نفر مسلمان، خواه مرد باشد یا زن، عاقل باشد بالغ و شخص عادل تصدیق گردد. اگر رؤیت ماه مبارک رمضان توسط عده زیاد از مردم تصدیق گردد، در این صورت شرط عادل بودن از بین می رود. سوم، در صورتی که آسمان ابرآلود باشد بناهن با تکمیل 30 روز از ماه شعبان فرضیت روزه حتمی می گردد. زمانی که رؤیت ماه مبارک رمضان به عمل آمد بر مسلمانان لازم است تا خود روزه گیرند و خبر آن را بین همه مسلمانان پخش نماید. اگر رؤیت ماه مبارک رمضان در یکی از کشورها صورت گیرد بر سایر مسلمانان است که به مجرد وصول خبر روزه بگیرند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده است هلال را دیده روزه گیرید و هلال را دیده روزه را پایان دهید و اگر در 29 شعبان هلال دیده نشد پس حساب شعبان را 30 روز پوره نمایید. اقسام روزه. فرض. روزه فرض در تمام سال فقط روزه گرفتن ماه مبارک رمضان بر مسلمانان فرض است. 2. واجب. روزه ای است که نذر شده باشد و روزه کفاره واجب است. اگر شخص روزه معین را نذر کرده باشد روزه گرفتن همان روز ضرور می باشد، اما اگر روزه را معین نکرده بود هر وقت که بخواهد می تواند روزه بگیرد، اما تأخیر آن بدون دلیل لازم نیست. سوم، سنت. روزهایی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گرفته باشد و مسلمانان را به گرفتن آن ترغیب نموده باشد. از جمله روزه روز 9 و 10 محرم به طور مسلسل، روزه یوم عرفه یعنی 9 ذوالحجة الحرام، روزه ایام بیض یعنی روزه گرفتن در روزهای 13، 14 و 15 هر ماه. چهارم، نفل. روزه نفلی روزه غیر از روزهای فرض است. واجب و مسنون را روزه نفلی می گوید که روزه گرفتن در آن مستحب است. از جمله 6 روز روزه گرفتن در ماه شوال المکرم، روزه گرفتن روزهای دوشنبه و پنجشنبه، روزه گرفتن 8 روز در دهه اول ذوالحجه.
روزه بر کی فرض است؟ اجماع علما بر این است که روزه ماه مبارک رمضان بر هر شخص مسلمان عاقل بالغ سالم و مقیم فرض است. البته زن باید از حیض و نفاس پاک باشد. دوم، مفهوم و شرط بلوغ. شرط بلوغ بعد این معنا است که مسلمانان که بر سن بلوغ رسیده باشد و توانمندی گرفتن روزه را داشته باشند، روزه بالای آن فرض می گردد. این بعد این معناست کسانی که به سن بلوغ نرسیدند گرفتن روزه بالای آنان فرض نمی باشد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده است تکلیف از 3 دسته برداشته شده است: از دیوانه تا هوشیار شود و از به خواب رفته تا بیدار شود و از کودک تا بالغ شود. سیتیوال میدیا را دنبال نمایید.